مردم میشه چی کده؟ نه این دستیسی یهود است، بهانهش تو او زمان است. امروز هم همینطور میگه ما دشمن داریم، مجاهدین خصیسته که روسا را شکست داده، لیکن حقوقی بشر را پایمال کرده. میگه نمیگه؟ حقوقی بشر را پایمال کرده. حقوقی بشر چرا ای را کشتی؟ چرا میگه؟ زناکار اگر زنا کردی را قتل نکن. چرا؟ به خاطری که حقوقی بشر را پایمال میکنی؟ نه اینجا برات میگه اگر توی این حال زناکار سنگسار میکنی، دشمنی با تو اعلان میکنه، کمکای خود قطع میکنه. چرا تو حکم الله را نافذ کردی؟ زن سنگسار مرد است چی کردی؟ سنگسار کردی. همینطور است حالی در دنیا یا نه؟ تو خبرش نمیگی که او بدبخت اگر کسی را دانه سرطان در وجودش میشه، یک دانه دایش پیدا میشه، یا مرضی خورشی گوشت سرخباد در یک عضوش دوچار میشه، دکترها کلگی میگه که عضو قطع میکنیم. چرا قطع میکنیم؟ او مردکه این عضو است، این دست است، این به درد میخوره. نه اگر این دست بانیم کلی بدن از بین میره، بان کمی دست از بین ببریم که دیگه بدن سالم باقی بمانه. زناکار، دزد، قاتل اینمی قسم از بین بردن، امو دانه و امو مریضی است. خو این دنیای کفر میفهمه؟ نمیفهمه، سری تو انتقاد میکنه، کمکار سرت قطع میکنه. چرا؟ میگه این حکم عملی کردی. یهود هم همونطور میگفتن، حالی ما خو این حکم عملی کردیم، از جان خود نکردیم، فرمان الله است. جبریل امین که کدام قریه ها را هلاک کرد به فرمان الله بود یا به نظر خودش بود؟ الله میگه این میاره کتاب الله را هم علا قلبک، بالای دل تو باذن الله، به امر الله مصدقنی تور کتاب میاره که تایید کننده است لما برای او مضامین او مطالب بین یدیه که پیش ازی در دیگه کتاب است، یا موافق است امرای نشانه هایی که در پیش کتاب های پیش است. و این طور چیز میاره و هدن یک تیکه برنامه کامل هدایت رهنمایی که سعادت دنیا و آخرت توسطش بالکل معلوم میشه. و بشرا مایه خوش خبری برات آورده. او کسی که خوشخبری را بیاره قابل قدر و تعظیم است یا نیست؟ یک آدم میایه منتها بیادرید از خارج آمده، تعالی را گم بود. یک آدم پیش میده و همین جبرت میگه شیرینیم سرت که بیادرید فلانی گم شده پیدا شده، حالی او خوب بیازو میایه. خلیکنی یک قدم پیشتر برات خبر داده، حالی در جیب که اگر دلار داری، اگر افغانی داری، همی کلش در دستی، همی سیبنچی خور، همی شیرینی خور میدی نمیدی، به خاطری که خوشی را برات آورده. جبرئیل امین مایه خوشی قرآن برای ما آورده یا نآورده؟ ما باید قدر کی را کنیم؟ اول قدر جبرئیل. پیش از اینکه قطی بیادر رو برو شویم، اول سیبنچی خور را چی میکنیم؟ خدا شیرینی میدیم. خود شما بدبختای ترگه پاره میزنیم. و بشرا للمؤمنین، بشارت خوشخبری است برای مؤمنا. یقینا که سر قرآن عقیده و ایمان داره. الله چی میگه؟ من کان عدوا لله، کسی که دشمن الله است، و ملائکتی از ملائکه الله است، و رسولی از پیغمبران الله است، و جبریل از جبرائیل علیه السلام است، و میکائیل از میکائیل علیه السلام است. فإن الله عدو للکافرین، یقینا الله دشمن است برای هر کسی که انکار از حق میکنه. الله دشمنیش است. حالی دشمنی به الله چی رقم است؟ پشتی سر بر ما بیان میکنه که الله را شریک ثابت میکنی، دشمنی با الله است. ولد و نازدانه ثابت میکنی، قطع الله دشمنی میکنی. دشمنی با ملائکه چیسته؟ ملائکه را ساحر گفته رایستی، نعوذ بالله. ملائکه را میگی که گناه کرده، دشمنی با ملائکه است. دشمنی با پیغمبر چطور است؟ پیغمبر را ساحر میگی، نعوذ بالله، مثل که سلیمان علیه السلام گفت. پیغمبر عمل کردش، هدایاتش، نعوذ بالله، ای را دشمنی قطعش میکنی. اینی را میگه دشمنی. ای آیت بسیار تهدیدی سخت است در یه روز. کسی که دشمن الله است، دشمن الله کسی است که ترجمه قرآن حتی در مسجد نمیمانه. میمانه ما را در مساجد؟ راست بگویم خیر دشمن الله است یا دوستای الله است؟ ما چی بیان میکنیم در مسجد الله؟ همین قرآن یا کدام چیز دیگر؟ در پیش روی خود کتاب لنین نماندیم، کتاب الله را ماندیم. دشمنی با الله کدام دشمنی است؟ دشمن الله کسی است که کتاب الله را نمیخواد تعلیم شوه، نمیخواد ترجمه شوه، نمیخواد تلاوت شوه، نمیخواد که عمل سر شوه، نمیخواد که دعوت به سوی کتاب الله شوه. اول دشمن الله امی مردم است. این آیت بسیار تهدیدی است، وعیدی سخت است.
این ملا صاحبا و یا جای صاحبا، ای متصرفین مساجد یاد داشته باشه زمانی که ترجمه را رد کردی که نه ما نمیپذیریم، دشمنی با الله متعال کرده، با کتاب الله کرده. چی ضرورت داریم؟ ما چرا در خیرخانه پرنفوذترین موضوع ترجمه را نمیگیریم که 10,000 نفر بدون پول و پیسه شریک شود نزدیک؟ چرا در مکریان نمیگیریم؟ چرا در خوشحال خان نمیگیریم؟ کسی برای ما جای میده؟ شما یاد داشته باشه با واسطه اینطور یک نفری خیلی رویدار در پیش اینطور کسی رفتیم که خودش ترجمه قرآن میکنه، خدا مسجدش مرا جای نداده. این را بدانی. ترجمه ما گمان میکنم خار داره بسیار خار داره هستی والا. ما چی طور کنم؟ چی میگه بازمی دوستایم برم چی میگه؟ والا یک کمی زشت میگی. زشت چی را میگه؟ زشت چی را میگه؟ شما یک تفسیر خوب بکنی بگوی برای من. زشت کلمه بعد خلاف شریعت زشت میگه. ما برایشان گفتم که ما خود کلمه خلاف شریعت نگفتیم ان شاء الله. باز چی میگه؟ سخت میگی. ما گفتم خود قرآن گفته دیگه، چیزی که قرآن گفته او را میگم، او را شما سخت میگی دلیتون نرم میگی دلیتون. یک بدی دارم، ما که یا که نعبدو یا که نستعین ترجمه میکنم، باز میرم در شاهد و شمشیره و در شهدای صالحین در سخی و در دیگه، به خاطری که ذهن مردم خلاص شود حقیقت بدانه. این همی گپ در ما وجود داره. بله دیگه خو همو ترجمه است، همو قرآن است، تم ترجمه میکنی و من ترجمه میکنم. چرا مردم جای نمیده؟ دشمنی با الله چی؟ شاخ داره دیگه؟ بگوی یا آیت قرآن آلی چی بهانه بکنیم به مردم؟ به مردم بگویم که آیت ها در مورد یهود است این آیت ها مربوطی کی بود؟ ما در این داخل نمیشیم. دشمنی با الله میکنیم خود دشمن الله نمیشیم. خب قرآن چی میگه؟ قرآن در آخر همین نقطه را اشاره میکنه فإن الله یقینا الله نمیگه که عدو للیهود و النصارى، الله دشمن یهود و نصارا است. الله میگه الله دشمن هر کافر است، اگر یهود است نصارا است. اگر کسی نعوذ بالله خدا مسلمان میگه لیکن نعوذ بالله اینی طور کارهای کفری میکنه، الله دشمنش است. الله کافرین مطلق گفته. هر کس که این کار میکنه است دشمنی با کتاب الله داره. امروز دشمنی با کتاب الله از هر ناحیه شروع شده. تلاش است که کتاب الله تلاوت نشود، مردم قطش رابطه نداشته باشه. کتابی مرده ها معرفی میکنه برای ما. یک. دوم دشمنی پیغمبر علیه السلام. دشمنی پیغمبر کدام است؟ یک دشمنی را هر کس میفهمه که پیغمبر نعوذ بالله در زندگیش بخیزه، در دمیری پیغمبر توهین کنه، تحقیر کنه، بد بگوید، دشنام بده یا قتل کنه، نعوذ بالله. این هر کس میفهمه یا نمیفهمه؟ این هر کس میفهمه که دشمنی با پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. لیکن یک دشمنی را که تعالی را ما نمیفهمیم کدام است. پیغمبر خودش وفات کرده، ما قطعش چی رقم دشمنی بکنیم نمیتونیم. دشمنی با پیغمبر، دشمنی با حدیث پیغمبر، دشمنی با کیست؟ کسایی که میخواه که سنت پیغمبر زنده نشوه، کسایی که میخواه سنت پیغمبر بالادستی پیدا نکنه، کسایی که میخواه که پیغمبر مشهور نشوه، معرفی نشوه، کسایی که میخواه که سنت پیغمبر زیر فشار قول امام صاحب بیایه، از عالم بیایه، از پیر صاحب بیایه. اینمی دشمنی با کیست؟ با پیغمبر است. آلی فهمیدی؟ این علما و این سفیدای ما بشنوه گپی مرا که شما در مساجد قطعی کی دشمنی داره؟ امی آدم قطعی ذاتش دشمنی داره که به خاطر بچه فلانیسته، راستی تا نبگه. به این خاطر دشمنی داره که شاگرد است، به این خاطر دشمنی داره که از فلانی قوم است. نه داره. دشمنی به خاطری داره که رفع الیدین کده و رفع الیدین سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. شاخ نداره دشمنی. حالی مردم چی جواب داره؟ در روز قیامت به الله چی جواب میگه؟ چی رقم دوستی داره با پیغمبر الله؟ ما ایران ماندیم که آخر یا خدا گل میزنه، خدا در تجاهل میپرته. چی میگه؟ دیگهش باز میگه برای من چی میگه؟ نه گپای تو را که مولی صاحب میشنم کلش حق است. خیر چرا آمده برای اعتراض بالای من که کلی گپای من حق است؟ خب تا که پیشم میای بعد دفاع بکنی، بگوی که ای مردم شما یک گپی را پیدا کنی که خلاف قرآن حدیث باشه، بریم سرش انتقاد کنیم، اعدام کنیم شه. اینی طور باید بگوی، اینی قسم باید بگوی. یا چه رقم تو آمده ای؟
نه گپایت خو حق است. خیر چرا آمدی؟ تو آمدی بی خاطر که سنت رسول الله را عملی نکنم. همین خاطر است. کسی که دشمن با الله، با ملائکه الله، با رسول الله باشه و خصوصا دشمن با جبرائیل و میکائیل باشه، او مردم چیسته؟ دشمن با امر الله است. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، یقینا ما روان کردیم به سوی تو پیغمبر علیه السلام آیات بینات، دلایل واضح که در اونجا تمام احکام مسائل دین، دلایل توحید و یکتاپرستی یا در اونجا معجزای حقانیت تو مکمل است. و ما یکفر بها الا الفاسقون، انکار نمیکنه به اینمی آیات بجز از او کسایی که دین گریز هستند، بجز از او کسایی که فسق برآمده از حدود شریعت. غیر از او مردم دیگه مردم انکار نمیکنه. چرا؟ کلش حقیقت است، میپذیره به سر و چشم. همیشه از دین اطاعت کی نمیکنه؟ فاسق نمیکنه. فاسق میگه بند و قید به من نباشه، کس بر من نگویه ای حلال است یا حرام است، کس بر من نگویه ای محرم است یا بیگانه است، کسی بر من نگویه ای زناست یا غیر زناست. بس دیگه آزاد باشم هر طرف که خوشم میآید. او کلما عهدوا عهدا، آیا همینطور نیست که هرگاه که عهدو وعده کردن، پیمان بستن، امرای الله عهدا به پیمان بستن، چی کردن بعد از پیمان؟ نبذه، امو پیمان امو طور انداختن. فریق منهم، یک جماعت از یا در قصه پیمانا و قراردادها نشدن. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثریتشان ایمان نمیاره. پیمان در نظر نگرفتن، غمی پیمانا را نداشتن، حالان که از یا پیمان گرفته شده بود. خصوصا در مورد پیغمبر علیه السلام پیمان از پیشتان گرفته شده بود که پیغمبر جدید بیا با اینمی نشانه ها شما رعیتش میشه، امتش میشه. ملاهایش پیمان گرفته شده بود که حقیقتی که در کتابایتان در مورد صفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر است به مردم عوامتان مکمل بیان بکنه تا که مردم در دورایی واقع نشوه، حقیقت دین بدانه. لیکن او مردم اون طرف انداختن پیمانا را. ولما جاءهم، هرگاه که آمد برشان رسول، پیغمبر عظیم الشان، ایرا میگه بزرگ داشت ذاتی، در ذات خود پیغمبری بزرگ بود، من عند الله که از جانب الله بود. ایرا میگه تعظیم شانی، تعظیم اضافی، چرا که پیغمبری که از جانب الله مامور میشه، الله روان میکنه. مصدق لما معهم، ایرا میگه تعظیم علمی، ایطور برنامه داشت، ایطور کتاب داشت که موافق بود لما معهم، امرای برنامه ها، مسائل اصولی که امرای مردم سابقه بود. ایطور پیغمبر آمد، چی کردن این مردم؟ نبذ فریق من الذین، انداخت او طرف بعضی یک جماعت از او کسانی که اوتول کتاب برشان داده شده بود، در مورد پیغمبر معلومات کافی و شافی داشت. چی را او طرف انداخت؟ کتاب الله، کتاب الله را وراء ظهورهم، در پشت سر خود، کأنهم لا یعلمون، تو گویی که هیچ علم به این کتاب نداشت. الله مزمت یهود چی بیان میکنه؟ الله میگه وقتی بری تو یک پیغمبر میاد، پیغمبرم عظیم و شان شخصیت میباشه، ذاتی زندگیش مکمل بری تو نمایان معلومدار است، محمد رسول الله واره، شخصیتی که کل دوست و دشمن میگه امین است، صادق است، بلکه فیصله عمومی خدا در پیش از او میبره. سنگ حجر الاسود که بزرگترین مسئله است با کی اولا میکنه؟ با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ذاتش نمایان است، شخصیتش بالکل آفتاب باری روشن است. یک من عند الله، از خود دعوا نداره، بلکه میگه مردم پیغمبر هستم، اینی معجزم کتاب الله قرآن بیان میکنه. آدمی امی که تا دیروز نخوانده ننوشته کرده، نه در مدرسه نه در مکتب رفته، یتیم است، یتیم بیچاره که اکثر چوپانی کرده، امروز کلامی از زبان مبارک میبراید که به دنیا چلن میده به مثل همی یک جمله قرآن کریم کسی جمله بسازه. است کسی؟ چرا نمیپذیره این مردم؟ شخصیت علمی ببین، مصدقون، مخالفت هم نداره. در کتابای سابقه که کدام مضمونی اصولی است، این کتاب هم امو مضمونی اصولی را بیان میکنه. این مردم چی میکنه؟ نبذ فریق منهم، یک جماعت از یا امی علما است، لایق بودن که مردم خدا آگاه میکردن، خبر میدادن که ای مردم یقینا پیغمبری که سه صفت کمال داره، در ذات خود عظیم و شان، بگوی دیگه در شان خود عظیم و شان، در علم خود عظیم و شان،
و برنامه را میاره عیناً مثل برنامه پیغمبر سابق ما واره و مردم از اطاعت بکنه کامیابیتان است. این مردم چی کردن؟ انداختن کتاب در پشت سر، اوصاف پیغمبر به مردم واضح نکردن، بلکه بر علاوه غلط واضح کردن. همینطور کردن یا نه؟ قرآن کریم میگه الله مزمتشان به این بیان میکنه که وا کتاب الله را پشت سر انداختن. یا اینطور نکرده بودن که تورات در دست گرفته باشه بازی نمیتونه پشت سر قلاچ کرده باشه. نه، کتاب الله در جای خود باقی مان. پوشای شبریشمی عیدش کرده میرفتن، بوسه میشد و خیلی در پیشانی مالیده میشد، اما تعلیم و تدریس کتاب وجود نداشت. عملی برنامه عملی کتاب وجود، این کنایه از بی اعتنایی برای کتاب است. کتاب دقیقش نشودن. حالی کورسای انگلیسی است، دختر خود در وادی نماز تا شام هم در 5 کورس روان میکنه. فیس شام اینی قدر است. اونجا برنامه مختلط در بین بچه و دخترها است. گریان دخترم یک درو میکشه، بچه فاسق فاجر است، چش برش میکنه، عکسیش میگیره، گپایش حساب میکنه. خو این مردکه تلاش میکنه که دخترم انگلیسی را یاد بگیره. میگیره نمیگیره؟ خو کتاب الله را در روز پنجشنبه در 1 سال قاریای کور میاره که قرآن بخون. کتاب الله را در پشت سر انداختیم یا نه انداختیم؟ انداختیم. تعظیمش از زنا توسط پوشا میکنه. هر روز از چین و ژاپن یک رختی نمیاد، زنا میخیزه میگه در چی گرفته؟ در گردن گرفته بود. یک پوشت از اضافه میکنه. زمانی که قرآن کریم هم میکشی که 1 پوشت 2 3 4 در 52 میرسه. مانده میشی. و برادر تعظیم قرآن به پوش است. مردمای ما چقدر خوب تعظیم میکنه. معلمی ما، مکتبی ما، دیقانی ما، ماموری ما. پیشین که میاد از دفتر اینجا درف استاد میشه، از بالا میکشد خیر و خلاص برو بخیر. نه در دفتر اسی قرآن، نه در بگوی مکتب، در هیچ جای قرآن نیست. ساتار از وزارت معارف هم از قرآن چند ساعت شد؟ 1 ساعت. او هم ساعت آخر شاگرد هم نمیشه. خیلی خوب. اعتنا به کتاب الله نکردن سبب بدبختی است. قرآن داستانا را همونطور بیان نمیکنه برای ما. اگر باز به کتاب الله رجوع نکنیم، به حدیث پیغمبر رجوع نکنیم، گاهی کامیاب نمیشیم. حرکت ها زیاد موجود است، تنظیما. کسی به یک طرف تو را دعوت میده، کسی به یک طرف. خو یادتان باشه در کدام حرکتی که برنامه کتاب الله و سنت رسول الله نبود، بفهمی که برنامه نیست، کامیاب نیست. فریب نخوره، شعارای چربشانه فریب نخوره. در کدام حالتی که به کتاب الله دعوت بود، سنت رسول الله عملی میشد، عملا همونطور گروه و جماعت باید لازم بگیره و قطع ازا حرکت بکنه. دیگه همونطور برنامه های کاغذی بسیار مردم زیاد داره یا نداره؟ شعارای خیلی چرب داره، اما در عمل که ببینی باز برات معلوم میشه که مردم واقعیت پشت دین میگرده. تو همیالی مسئولیت داری که لااقل ریشی تا بمانی. او مرا دعوت به خلافت میدی، مرا دعوت به اسلام میدی، تو سری سنت رسول الله عمل کرده نمیتونی، او مرا میگی حکومت میسازم. عجیب است. نمیشه. اگر مؤمن هستی برنامه عملی را پیش بگی، ثابت بکن به مردم که اینی هدف، اینی چیسته، برنامه، اینی منهجم، اینی عملم. ببینی همینطور عملی کده میرم یا نمیرم. بس حالی دیگه برنامه های مختلف، شیوه های مختلف نکنی. عنایت و اهتمام به کتاب الله بکنی. درسی ازیره، تعلیمی ازیره، حکمی ازیره در جامعه حاکم بسازیم. اگر تو میگی که این خودتر حاکم نمیشه، از خود شروع میکنم. من شروع کردم، بیادرم شروع کرد، کاکایم شروع کرد، مامایم شروع کرد، چیستا بچه کاکا بچه ماما شروع کرد، قوم شروع کرد، ملت شروع کرد. حالی اینطور یک پاچای ظالم در سر تخت از پیشم رفته میتونه؟ پدرش رفته نمیتونه. اونطور پاچا را تعیین میکنم که بالکل عقیدتمند به کتاب الله. اولین هدفش بگوی نافذ کردن حکم کی باشه؟ کتاب الله باشه. چرا نمیشه؟ راه های دیگر را به کدام راهی که پیغمبر حکومت آورده به مو را روان میشیم، به کدام راهی که صحابه حکومت آورده به او را روان میشیم. به که عمل به کتاب الله و سنت رسول الله عملا بکنیم، آشکارا از مردم نترسیم، پٹ کارا نکنیم، پٹ کارا نکنیم. قرآن برملا بسازیم، به مردم واضح بسازیم.
اینجا شکایت از است که یا اهتمام به کتاب الله نکردن. ما تو را درس میده اهتمام به کتاب الله کن، نکوی رو طرف ننداز، به اعتنایی به کتاب الله نکنی. تاجر ما دکاندار است، هر روز 4 بجه صبح رفته 11 بجه شب آمده در خانه خود. او تاجرم قرآن دوست داری، کتاب الله را دوست داری، دین دوست داری، در یک برنامه رمضانی برای 3 ساعت اینجا وقتی تا داده نمیتونی؟ کلا اقل بدانی که کدام تجارت ما میکنم، اونجا کدام گپای حقیقتی خریدار میزنم، با کدام سیستم باشه. در دکاندارای کابل که بیا برای صدا میکنه بگی اینی قدر دو چند بای کده، باز تو که برش میگی 100 روپه لوده گلو که نمیخری چرا بای میکنی؟ همینطور میگه نمیگه؟ راست نبگوی همینطور میگه نمیگه؟ بیا که قرآن برات میگه و قول للناس حسنا. تو مالی تا میفروشی، تو ضرورت به او مردکه داری، او به تو ضرورت نداره میالی، تو جنسی تا میفروشی، او 100 دانه دکان برش هست، از تو نمیخره از دیگه کس میخره. قرآن برات تعلیم میده طرز و طریقی دکانداری تا. اگر اینجا حسن کلام کردی امی آدم در 100 دکان فقط دکانی تو را میشناسه، دیگر روز راست میه در پیش تو اعتمادی تا پخته کو، بازیچ خود نمیه پرزر در دست دیگه میده، اینی جنس بکارم است. تو بیا تعلیم قرآن یاد بگی که تجارت دیره و نق پیدا کنه. تو اینجا بیا خود تو در قرآن ننشسته ای، اونجا جنگ وار میکنی، خصوصا بیچارهایی که از دیهات میانی و خود ترسیده میباشه که یا قیمتی زیاد بیان میکنه، بیچاره را باز در گردن میزنه. کدام دین هستی که موبایل به 1,500,000 فروخته میشه و تو 5,000 بای میکنی؟ باز چنه زده او بیچاره که میفهمه، او کسی که میفهمه خو به 1,500,000 از پیش میگیره، او یک نمیفهمه میگه البته 5,000 است، حتما 4,000 چی داره؟ قیمت داره. 4,000 برش بیان میکنه. نه بیادرم نمیشه که 4 قدم امان بیا نکو. در دین تدلیس نیست، در دین عیب کردن نیست، در دین فریبکاری نیست. تو با این فریبکاری پولی تا پیدا میکنی، باز در حج میری با این فریبکاری این مسلمان گول زدی، 2,000 افغانی 2,500 افغانی از این اضافه گرفته، از اصل قیمت موبایل یک چندیش زیاد گرفته. تو خود مسلمانی با انصاف میگیری؟ بگو. رمضان میایه در دیگه مملکت ها وقتی که روز جشن مذهبیشان میایه در کل نرخا تخفیف است. خود مسلمان ها وقتی که روزای رمضان میایه در کل نرخا چیست؟ بالا رفتن. تو مسلمان خودم میگی تراویح میخوانی؟ عجیب است مسلمانی. بیا در کتاب الله بشی که طریق زندگی تا بدانی. به الله قسم نگو امو 2,500 برات فایده نداره، 1 روپه فایده داره. او 2,500 بیگا امپندکس میشی، از نماز میمانی، قومیت قطعی میدوه، در دکتر چاپلوسی میکنی، چند روز از دکانداری میمانی، آنمو طور میمانی. او 2,500 فایده میره. 1 روپیه در این طور جای مصرف میشه که روزی بموری در اونجا ثواب برات برسه و به الله بگوی که یا الله من خو عمل انجام ندادم، این ثواب از کجا میشه؟ تو باید بدانی این طریقه ها را بدانی. کسایی که 1 روپیش به جای مصرف نمیشه کسی است که درس قرآن شنیده، کسی است که او میفهمه که ما آلی روپی خدا در کجا مصرف کنم. تو جناب همونجا برو، خوش بایستی که روزی پنجشنبه ختم میگیرم، 2 پیازه و کوفته را برای مردم جور میکنم، این البته ختم سی ثواب است. نه اکل لا ثواب نیست. با قرآن بشی. قرآن یقینا کتابی است که برنامه تا درست میسازه، یقینا درست میسازه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا کنی که الله تبارک و تعالی نصیب بکنه، الله تبارک و تعالی توفیق عمل کردن احکام قرآن نصیب کل ما بگردانه. مملکت ما را هر جای سرزمین مسلمان الله حاکمیت قرآن الله دو نافذ بسازه. الله سرزمین الله را برای حکومت الله بگردانه. دشمنای دین در هر جایی که است قدم به قدم الله مواجه به شکست و رسوایی بگردانه. الله مسلمانان را که برای حاکمیت قرآن مبارزه داره در هر سرزمین الله کامیاب بگردانشانه. الله تبارک و تعالی مسلمانان را از اسارت و از یوغ استعمارگرای وحشی الله نجات بده. الله از بندیخانهشان رها بسازه. الله کل مشکلات مسلمانان را حل بسازه. الله ما را به نقطه کتاب الله و سنت رسول الله جمع بسازه. تفرقه و نفاق الله از جامعه ما دور بسازه. الله
فضای صمیمیت و محبت در بین ما الله برقرار بسازه. فضای صمیمیت و محبت با قرآن و حدیث میه. الله قرآن و حدیث در جامعه ما فاش بسازه، منتشر بسازه. هر کدام ما زن و مرد ما خدمتگار کتاب الله و سنت رسول الله بگردانه. با این مجلس خصوصی که در ترجمه قرآن قدم میگذاره، الله کلی حاجتهای مشروعشان برآورده بسازه، مشکلاتشان حل بگردانه. مرده های مسلمان الله مغفرت نصیب بکنه. این وطن ما را الله از بدبختی ها نجات بده. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.